سلام، من آرشنوس هستم. این اولین اپیزود از رادیو تجربه است. ما در استودیوی کسب و کار بارات داریم این اپیزود رو ضبط می‌کنیم. امیدوارم که کلی خوشتون بیاد و لذت ببرین. اولین میهمان این اپیزود آقای محمد شیخی هستن، یکی از مؤسسین مجموعه بارات. امیدوارم از تجربیاتشون لذت ببرین و ما رو دنبال بکنین برای آشنایی بیشتر با این مجموعه. از طریق لینکدین، آپارات، یوتیوب و اینستاگرام این مجموعه رو دنبال بکنین و ما رو همراهی بکنین. خیلی خوشحالم میبینمتون. من محمد شیخی هستم، یکی از مؤسسین استودیوی کسب و کار بارات. سال گذشته با برادرم اینجا رو افتتاح کردیم و یه 10 سال کار دیجیتال مارکتینگ انجام داده بودیم و توی 2 سال گذشته دیدیم که خیلی سوشال مدیا تبش داغ‌تر شده و خروجی‌هایی که داره میگیره خیلی بیشتره. من یه سری تحقیقاتی داشتم 2 سال گذشته که یه بخشیش اومد ارائه شد داخل اتاق بازرگانی و اون موقع یه مدلی رو پیشنهاد دادم. میشه گفتش که همه چیز از اونجا شروع شد که افراد بتونن با استفاده از سوشال مدیا و قدرتی که برای افراد توی دیده شدن ایجاد میکنه برندشون رو خیلی سریعتر مطرح بکنن و رشد بدن. چرا دیجیتال مارکتینگ اصلا؟ کلمه دیجیتال مارکتینگ یعنی چی؟ هیچ وقت هیچ کسی این واژه رو توضیح نداده. ببینید، دیجیتال مارکتینگ یه کمکی که کردش این بود که یه خورده مبحث تبلیغات رو قابل اندازه گیری تر کرد و با توجه به اینکه تو قرن 21 خیلی افراد اومدن به سمت اسمارت فونا و فضای اینترنت، خب اول قیمتش خیلی ارزون تر بود، خیلی ها اومدن، بعد مخاطباش که زیاد شد باعث شد که کسایی که اصلا شناخته شده نبودن و شرکت‌های کوچیک یه دفعه رشد بکنن و تو این فضا خب میبینیم که خیلی از افرادی که 2 سال 3 سال دارن کار میکنن راه یک کسب و کار سنتی که 30 سال زحمت کشیده و اعتبار کسب کرده رو دارن طی میکنن. خب ما خودمون هم مستثنا نیستیم. یه جوونی که میخواد بیاد یه کسب و کار رو راه بندازه خیلی ارزون تره براش تا بخواد از تکنولوژی کمک بگیره تا بتونه بیزینسش رو رشد بده. وگرنه خب اگه بخواد مسیر گذشته رو بره، مثلا من بعید میدونم جواب بگیره با این قضیه. به جوابم بگیره راهش خیلی راه سخت و طولانی تریه. این وسط یه سوال چالشی بپرسم بقیه خسته نشن. چند ساعت از شبانه روزتو تو اینستاگرام میگذرونی؟ خودم به شخصه خواهد بذارید ببینم میزنه اینستاگرام. فکر میکنم یه چیزی هول و هوش 1-2 ساعت باشه. با اینکه ما خودمون کارمون با اینستاگرامه ولی خب سعی میکنیم مدیریت بکنیم این داستانا رو. حتمی نشون تایم اسپنت امروز 16 دقیقه استفاده کردم. امروز 16 دقیقه. میانگینش چقدر داده؟ میانگینش رو این اوریج رو زده. این اوریج رو زده. امروز 1 ساعت و 13 دقیقه استفاده کردم، دیروز 42 دقیقه. به صورت میانگین 16 دقیقه. تو پیج شخصی خودم دیگه. حالا پیجای بقیه پیجای دیگه هم 14% پیجای دیگه هم خب اونقدر زیاد نیست، چون من صرفا دارم استراتژی براشون میچینم. بذار تو پیج کاریمون هم چک کنم. تو پیج کاریمون خودم به شخص 6 دقیقه. چرا اینستاگرام انتخاب کردی برای اینکه این راه ادامه بدی؟ اینستاگرام تقریبا میشه گفتش بیشتر مارکت آنلاین ایران رو بلعیده. من آخرین آمارایی که دیدم منتشر شده 72% مارکت ایران تو بخش آنلاین تو اینستاگرامه. خب تلگرام اینا خیلی کم بودن، بعد از همستر خیلی زیاد شد
من بعد از همستر آمار رو چک کردم تا 52% افراد فعال بودن توی این تلگرام. بعدش دیگه میره تو رسانه‌های دیگه پخش میشه، یوتیوب و نمیدونم یه سری رسانه‌های داخلی. سوال چالشی تر، چرا کسب و کار خانوادگی؟ کسب و کار خانوادگی ببین خیلی بستگی داره به خود رشد و نمو و افراد. ما از زمان بچگی خیلی مثلا پدرم سعی میکرد که ما با هم دیگه باشیم، من و داداشم، و همیشه تشویق کرده که پشت به پشت همدیگه کار کنیم، هوای همدیگه رو داشته باشیم و یه مسئولیتی هم همیشه گردن من گذاشته که به عنوان پسر بزرگتر صحبت میکنیم. یه مقداری کلن باید تو بیشتر بری به سمت این که همه چیز رو چطور بگم هندلش بکنی، مدیریتش بکنی اینا. و خب من دوست دارم که محیط گرمی که دارم، چون بیشتر زندگی منم تو کار دیگه، این همون محیط گرمی که دوران بچگیم بوده بمونه و تلاشم هم این بوده پرسنلی هم که اینجا میان کار میکنن حس کنن اینجا واقعا خانواده خودشونه. به بقیه هم پیشنهاد بدی؟ به بقیه ببین من یه سری ریسرچ ها کردم راجع به کسب و کار خانوادگی. حالا اگر که افراد بخوام میتونم هم کتاب در اختیارشون بذارم هم مقاله. خیلی از کسب و کارهای خیلی بزرگ جهان خانوادگیه، کسب و کارهایی که قدمت داره ها. اگر میتونن از پس چالشاش بر بیان این کار رو انجام بدن. چالشایی هم که دارم بهتون بگم، شاید شما یه روزی مثلا با یکی از اعضای خانواده‌تون سر یه موضوع شخصی به مشکل بخورید، خب اون بیاد توی بحث کارتونم اثرگذار باشه. یا مثلا شاید یه حرفی رو بزنید سر کار به اعضای خانواده‌تون و بهش بر بخوره، در صورتی که شاید اگر که مثلا اون فرد همکارتون بود یا یه شریک دیگه بود بهتر درک میکرد و شاید اونو پیوند بزنه به مسائل سختی که تو گذشته داشتن، یه چالش‌های قبلی و این یه خورده بیشتر عود بکنه. ولی کن اگر افراد به اون بلوغ رسیده باشن که اینها رو از همدیگه تفکیک کنن، میتونه که خیلی قشنگ‌تر باشه، حتی میتونه روابطشون رو عمیق‌تر بکنه. بیشتر بحث مدیریت تعارضات و تفاوت هاست. من قبلا خیلی عصبی میشدم از اینکه علی برادرم خیلی با من متفاوته. اصلا خب نوجوان بودم، مثلا 11-12 سالم بود، گفتم این چرا یه دنیای دیگه است. بعد الان که میبینم میگم چقدر خوبه، یعنی دقیقاً اون جاهایی که من ضعف دارم دقیقاً علی نقطه قوت داره. علی هم که اینجا داره هر اصول در میاره. نه شما هم میای اینجا صحبت کنی. خب از سختی این چون من بک‌گراند دارم ازت میدونم، تو 1 سال گذشته بخوای به خودت سختی که گذروندی بین 1 تا 10 نمره بدی، با اینکه ادامه راه هم میدونی، چقدر میدی به خودت؟ 7-8. یعنی فکر میکنی آینده کار جلوتر بره، قرار نیست انقدر سختی بکشی؟ احتمال میدم سخت‌تر باشه، ولی خب میدونی یه اتفاقی که میفته آدما تو مسیر خودشون رشد میکنن و قوی میشن. من یه پیشنهادی که حالا طبق تجربه و مطالعات هم هستش میگم اینه که خیلی جاها من از
خودم گذاشتم، یعنی لایف استایلم رو خراب کردم. ورزش میکردم نکردم، تفریح میکردم نکردم، با دوستان بیرون میرفتم نرفتم و این باعث شدش که از یه حدی به بعد منو تبدیل کنه به یه آدم ایستری که عصبی، که تحمل چالش‌های جدید رو نداشته باشه. من پیشنهاد میکنم که آدما یه تعادلی بین برقرار بکنن، یعنی حداقل تو خوابشون و ورزششون حداقل، که بتونن از پسش در بیان. یه تایمی رو بذارن، یه اسپیسی رو داشته باشن برای خودشون تنها باشن و این کمک میکنه بهشون که یه مقداری عمیق‌تر فکر کنن و بتونن خودشون رو از درون رشد بدن، چون هر چیزی که ما داریم میاریم جلو از درونمون شروع میشه. شاید باورتون نشه ولی 3 سال پیش من تو ذهنم تصور داشتم که یک استودیویی رو داشته باشم مخصوص پزشکا. داستانم اینجوری بود که من وبسایت میزدم برای پزشکا و جذب بیمار میکردم. تازه کار توریست سلامتم شروع کرده بودیم، از هلند بیمار داشتم، از سوئد داشتم، از عمان و عراق داشتم، از آمریکا مریض داشتم، بیشترشون هم چشم پزشکی بودن. و دیدم که چقدر اینستاگرام داره پیام میاد برای پزشکا. من گفتم بابا اینستاگرام چیه؟ اصلا خوشم نمی اومد واقعا ازش، چون وبسایت همه چی تو دستته، قابل مدیریته، ولی کن اینستاگرام برام یه فضایی بودش که خب دست منو بسته بود. بعد شروع کردیم با داداش، رفتیم با گوشی موبایل ویدیو ضبط کردیم. مثلا نه میکروفونی بود نه میکروفون سیمی بویا بود. آره علی راست میگه، یه میکروفون سیمی گرفتیم که اون میکروفون سیمیه مثلا فکر کنم طول سیمش نزدیک 5 متر بود. اونو بس میکردیم به گوشی با یه گوشی شیائومی و ویدیو رو میگرفتیم، رفتیم و یه سری فیدبک هم گرفتیم، ولی اونجوری نبود که بگیم واو. یکی مثلا این بقیه مثلا کسایی که تولید محتوا الان تو بازار میکنن، اون موقع من میدیدم که مثلا چرا یه همچین کسب و کاری نیست برای حوزه پزشکا که اومدیم راه انداختیم و الان خب خدا رو شکر خیلی ها میان کار بکنن و ما خیلی از پروژه ها رو الان دیگه نمیگیریم، چون اون زمان خیلی برام پیش می اومد دقیقاً کسایی می اومدن که با ما کار بکنن، خیلی افرادی بودن که اصلا یه سری چیزای غلط میگفتن و من همیشه میترسیدم، میگفتم که الان اسم من کنار این آدم بیاد، من میخوام 30 سال کار کنم و 40 سال کار کنم حداقل، تو این تایم یه جوری نشه نتونم مثلا ادامه مسیر رو برم. و الانم خب طبق همون طرز تفکری که داشتم پیش میرم، سعی میکنم آدمای خوب باشن که اینجوری نباشه یه سال کار کنن بذارن برن. درست. یعنی همونجوری که خودمون داریم روی اخلاق و روی کار اصولی پیش میریم که یه ارزشی رو به جامعه بدیم، پروژه هایی هم که پذیرش میکنیم از این فیلتر ما میگذرن، چون ما یه قدرتی رو داریم به افراد میدیم و این قدرت میتونه در جهاتی استفاده بشه که شاید خیلی خوب نباشه. خب طرف وقتی میاد تبدیل به یک فردی میشه که کلی مخاطب داره، یک رسانه قدرتمند داره، خب یک پیج اینستاگرام خوب یک رسانه است. شاید الان یک شبکه صدا سیما شاید الان بیشتر از 5000 نفر نبیننش، من حالا آمار دقیق ندارم ازش، ولی یک رسانه خوب تو اینستاگرام یه دفعه میبینی 500,000 نفر مفید دارن میبیننش، میلیونیه ولی 500,000 نفر مفید دارن میبیننش. خب این آدم وقتی یک حرفی رو میزنه میتونه یک موجی رو ایجاد بکنه و تاثیر منفی رو جامعه بذاره اگر که درست نباشه.
و من روی این مسائل یه مقداری حساسیت دارم. دوست دارم که اگر کسی داریم ما بهش قدرت میدیم، شایستگی این قدرت هم داشته باشه. من اینو میدونم که خیلی الان درگیر اینم و این سوالا، یعنی کسایی که میان سمت ما و میخوان با مجموعه ما کار کنن میپرسن که چرا خودتون پیج ندارید؟ چرا خودتون پیج ندارید؟ دلیل اصلیش رو الان بهتون میگم. ببین من اولین دلیلش اینه که تا الان که اصلا وقت نکردم پیج بزنم، یعنی انقدر سرمون شلوغ بوده، انقدر خدا رو شکر ما رو معرفی کردن مشتریانمون به بقیه. ما همیشه در چالش این بودیم که خب نیروی انسانیمون رو اضافه کنیم، تیممون رو بزرگتر بکنیم و یه مقداری خودم کمکاری کردم سر این داستان. ولی یه چیزی که تضاد تو من وجود داره اونم اینه که خودم جز اینجا چون کارهای دیگری هم میکنم، بیزینس‌های دیگه‌ای هم دارم، دوست ندارم پرسونال برندم با عنوان یک فردی که داره تولید محتوا میکنه بیاد بالا. ما کارمون تولید محتوا اینجا نیست، ما کارمون برندینگ، مارکتینگه. خب یه خورده فراتره، اونم صرفا واسه این مجموعه است. خب من خودتون میدونید یه دونه خدمات پزشکی پرستاری در منزل داریم شرکت، یه سری کارهای خودرویی من تو سرم هستش که استارت بزنم و عملا رسانه این که اگر بخوام واسه پرسونال برندم بزنم قراره روی یا تحصیلات آکادمیک هم باشه که مدیریت کسب و کار و کارآفرینیه، یا حالا انتخاب کنم بین اینا که بین این کسب و کارها ببینم کدومشو بیشتر دوست دارم. یعنی اگرم الان کم میام جلوی دوربین دلیلش اینه، دوست دارم که اون برند ایمیجی که برای خودم متصور شدم درست شکل بگیره و ماندگار بشه. در اصل دوست دارم اون چیزی که ماندگار میشه رو خیلی بهتر خلقش بکنم. دوست داری معروف باشی یا محبوب باشی؟ خیلی فرقه. یا محبوبیت رو بیشتر دوست چون میخوام زندگی کنم. یعنی واقعا ما زمانی که الان میگم خانواده، وقتی میگم تیمم حس خانواده داشته باشه، یک فضای امن و روابط عاطفی خوب و محبت و عشق رو میپسندم تا اینکه بخوام تو فضایی برم که نفرت پراکنی بشه. خب ما تو مارکتینگ یه مبحثی رو داریم مثل نگاتیو مارکتینگ. خب خیلی هم خوب جواب میده. من اگه الان بیام جلوی دوربین فوش بدم، پستام خیلی شاید وایرال بشه، بگن خب داره یه نفر اینجوری بی پرده صحبت میکنه. ولی این رو هم باید در نظر بگیرم، بچه من 4 سال دیگه به دنیا بیاد، بخواد بیاد منو ببینه، با دوستاش حرف بزنه، آیا به پدرش افتخار میکنه یا نه؟ این کاشکی همچین پدری نداشته. آره این یه سری چیزایی که میگم بیشترش تو خونه است. حتی شاید اصلا بخوام کلا نباشم جلو دوربین، شاید این تصمیم بگم کلا جلو دوربین نیام، ولی حالا بنا به موقعیت داریم کم و بیش جلو دوربین هم فعالیت میکنیم. به عنوان پسر 27 ساله تو دوربین خب چه چیزی پیشنهاد میکنی به جوانای همدهه خود؟ اونی که داره ویدیو رو میبینه و حالا دوست داره تو حوزه کاری شما فعالیت بکنه یا نه؟ یه موقع‌هایی چون من بودم دیدم چقدر خسته شدین ولی دوباره شروع کردین، یه جمله بهشون بگو که ماندگار باشه از تو توی این ویدیو و باعث انگیزه بقیه بشه. ببینید مسیر یک شبه وجود نداره. واسه رسیدن به خواسته هاتون باید صبر و استقامت داشته باشی و میرید تو مسیر. شاید خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردین باید انرژی بذارید و توان بذارید. خیلی ها بر میگردد ولی من خودم به شخص پلای پشت سرم رو خراب کردم. اون
حالا اینم در ادامه بگم، شاید طولانی بشه ولی دوست دارم بگم. اون زمانی که من این کار رو استارت زدم یه پیشنهاد شرکت بین‌المللی رو داشتم که به عنوان بیزنس آنالیست می‌خواستم من استخدام کنم. مصاحبه هم با من کردن، از طریق لینکدین اومده بودم منو پیدا کرده بودم. گفتم بیا 3 ماه اول $700، بعد از 3 ماه دوم اگر اوکی میشد $2200 حقوق داشتم و اگر اون 3 ماه دوم یا 6 ماه دوم رو ادامه میدادیم دیگه از خود پروژه‌های بزرگ که شامل پروژه‌های پتروشیمی بود و بانکی و یه سری پروژه‌های بین‌المللی توی حاشیه خلیج فارس سهم می‌گرفتیم. خیلی هم کانکشن‌های قوی‌تری جلو روم بود، همین که فضاش فضای بهتری بود. من خیلی اینجا شاید سختی کشم، خیلی جا خب ما کارهایی که شاید تو سربازی میکنن رو اینجا کردیم، مثلا دفتر خودمون تمیز کردیم، تو والتش شستیم، اومدیم وایسادیم رنگ کردیم خیلی از چیزا رو. خب اینا رو شاید افراد نمیدونن، مثلا همین میزی که اینجا میبینید رو خب پدرم زحمت کشید درستش کرد، حالا پایه‌هاشو ما کمک کردیم، وایسادیم خیلی از این چیزها رو خودمون ساختیم. جذاب هستش ولی واسه شاید همسن و سالای ما یه مقداری همچین چیزای تعریف شده نیست. مثلا خیلی دوست دارن بشینن با یه کلیک همینجوری پول بیاد براشون و شاید هم مثلا الان فکر کنن که زندگی اونجوری مثلا وجود داره، شما پس پرده اون افراد رو نمیبینید. خب خیلی از افرادی که اینفلوئنسر هم بلاگرن با ما ارتباط نزدیک دارن، حالا به واسطه کاری که داریم. بعضیاشون هم مثلا از قدیم با هم دیگه دوست بودیم بعد بلاگر شد. من میبینم چه اتفاقات و چه زد و بندایی شاید باشه و خب خیلی از افراد از این خبردار نیستن. زیرساخت خیلی مهمه. شما واسه اینکه اون زیرساخت کسب و کارتون رو بسازی نیاز به صبر و استقامت دارید. شاید اگر یه دفعه‌ای یه حجم زیادی پول براتون بیاد نتونید کنترلش کنید، بدتر همونجوری که یه شبه پولدار شدید یه شبه از عرش به فرش برسید و دیگه نتونید بلند بشید. چرا اسم باراد رو برای مجموعتون انتخاب کردیم؟ من خیلی اسم ایرانی رو دوست دارم. اون زمان که این شرکت هانا رو داشتم، خدمات پزشکی پرستاریه، و تو ذهنم بود یک شرکت مشاوره کسب و کار و یه شرکتی که حالت هولدینگی طور باشه داشته باشم. بعد دنبال یه اسم ایرانی میگشتم. هانا هم اسم کردیه، چون هم تو حوزه چشم پزشکی هم بودیم رفتم پیدا کردم یه اسمی که مرتبط باشه به معنی روشنایی و امید و اینا میشه هانا. باراد از کلمه ریشش از راده، یه حالت جوانمرد. بعد یه سری تحقیقات دیگه ای هم که داشتم رو کلمهش معنای حکیم هم بعضی جاها آورده بودن، یعنی حالت حکیم و جوانمرد. آره به نظرم خیلی کانسپت جذابیه، یه فردی که هم انصاف و یه مقداری مرام و معرفت و لوتی منشی داشته باشه، از اون طرف دانا هم باشه، حکیم هم باشه. خب به نظرم خیلی مهمه تو کسب و کارهای امروزی حداقل یه خورده اخلاق منش باشن. خیلی شرایطمون به خاطر سختی های اقتصادی که داریم داره اخلاق از بین میره و به نظرم خوب نیست. الان بازاریای قدیم من خب پای صحبتشون میشینم، خیلی چیزا واسه یاد دادن دارن که واقعا شاید از کل دوران تحصیلی که ما توی حالا دبستان و راهنمایی و بعدش کارشناسی و ارشد و دکترا بگیری ارزشش بیشتر باشه. مثلا یکی از اون چیزا اینه، مثلا زمان قدیم اگر یه فردی توی بازار کم می آورد همه اون دکونای بغلی مغازه‌دارا می اومدن کمکش میکردن، زیر دست و بالش می گرفتن که این پاشه. ولی الان دیگه همچین داستانایی نیست. اون کسی که بغل دستت هم برات بد میزنه. این اخلاقه وقتی نباشه خب خودمون سخت‌تر زندگی میکنیم. من دوست دارم حداقل
محیطی که برای خودم ایجاد میکنم یه مقداری بره به سمت اینکه اون مرام معرفته و اون اخلاقه توش شکل بگیره، افرادی خورده بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشن. فرهنگ غربی شاید یه تفاوت اصلی که با فرهنگ ما داره اینه که این کیر کردن همدیگه و مراقبه هم بودن رو به اون شکل نداره، خیلی سردتر برخورد میکنه و به نظر من این شاید باشه نقطه قوت ما، ولی ما از این نقطه قوتمون تا الان استفاده کردیم، فکر کردیم مثلا این واقعا نقطه قوت فرهنگمونه. بعید میدونم همه روی این داستان تفکری داشتن یا حداقل سعی کردن این رو تو خودشون حفظ بکنن. من به نظرم این نقطه قوت ماست و ما باید این رو ازش نگهداری کنیم و به عنوان فرهنگمون ازش مراقبت کنیم. آخرین جمله‌ای که بخوای تو این اپیزود بهمون بگی؟ حضورت عرض کنم که به عنوان جمله آخر دعوت میکنم به صبر و استقامت توی اهدافشون افراد. حالا شما گفتی که شعار همه دارن میگن، واقعا اینجوریه که خیلی روزا بوده که از فرط شاید خستگی یا ناامیدی گفتم که ما چه غلطی کردیم. من همون شرکت خوبه که گفته بود بیا، اون که اومده بود منو هانت کرده بود به اصطلاح اچاریه دیگه، برم اونجا وایسم کار کنم دیگه، مجبوری مگه بیا این همه وقت بذاری؟ میرفتی یه 4 تا ماشین خرید و فروش میکردی بهتر در میامونی. ولی واقعیتش اینه که وقتی که یک معنا و مفهومی پشت تلاشات هست، اون سختی هم حالا با یه خواب خوب و یه استراحت حل میشه. بلند میشه دوباره کارت ادامه بدی و اتفاقات خوب هم تو مسیر پیش میاد. آدم باید آماده این که از فرصت استفاده بکنه باشه و شاید اونا بگن که شانسه، ولی خب شانس فقط این نیستش که شما یه دفعه لاتاری برنده بشی یا یه پول قلمبه‌ای به دست بیاری. باید توی اون مسیر ظرفیت این که بتونی از اون پتانسیل‌ها و فرصت استفاده بکنی رو داشته باشی. خب فرصت واسه همه هست ولی همه نمیتونن ازش استفاده کنن. این تلاقی شانس رو من میگم آمادگی با اون فرصته میشه شانس و نتیجه میگیره. مطمئن به حرفت بمونی چند سال بعد عوض نشی؟ چند سال دیگه بریم ببینیم اصلا زنده هستیم تو اون موقع. مرسی که ما رو نگاه کردین. تو اپیزود بعدی میبینمتون. امروز روز تعطیل، ما داریم این ویدیو رو آره از استراحتمون زدن خانم شرفخانی نذاشتن ما استراحت بکنیم. اینجا کار میکنیم. تو اپیزود بعدی میبینمتون. امیدوارم که از اولین اپیزود ما لذت ببرید. ما توی این مجموعه هستیم و هر روز از داستان‌هایی که برامون اتفاق افتاده و اتفاق میفته و راجع به تجربه‌هایی که به دست آوردیم اینجا صحبت میکنیم با هم دیگه و در اختیارتون میذاریم. امیدوارم که اینا به دردتون بخوره و مفید باشه براتون و با مجموعه ما بیشتر آشنا بشین و ما رو همراهی کنیم. مرسی. روزتون بخیر. ممنون.